هفته خبر تو خبر داره براتون از شیخ فری شیادی که حیا رو خورده و شرم رو به کمرش بسته و اینجوری رو زخم مردم نمک میپاشه. و من بسیار خوشحالم که در این ایام ما موفق شدیم برای اقشار کم درآمد جامعهمون متوسط به پایین با اصلاحی که انجام دادیم در قیمت بنزین یک کمک جدیدی هم برای اونها داشته باشیم. البته ما این روباه بنفش فکر میکنه با این خالی بندی ها میتونه نظامش رو تثبیت کنه، اما خبر نداره که خودش داره تیشه به ریشه خودش میزنه. البته الان وضعیت طوری شده که حتی دیگه خودشون هم تحمل خودشون رو ندارن و تو جمعه بازار ولایت همینجوری شیخ فری رو مورد عنایت قرار بدن. کاملا صحیحه. کاملا درسته. برای گرانی باید دولت فکر کنه. جون مردم به لب رسیده. این ربیعی هم کارش مالکشی برای شیخ فریه و هر بار یه چاخانی جور میکنه. دولتی که در 6 سال خودش کارنامه قابل قبولی از زندگی مردم، معیشت مردم به طور نسبی اشتغال متوسط 500,000 شغل و قدرت خرید مردم رو داشته، چرا یک عامل مهم رو نمیخواید ببینیم و کتمان میکنیم؟ چرا تحریم رو نمیخوایم ببینیم، عامل تحریم رو و فشار زیادی که آورد در این وسط؟ این بازجوی سابق میخواد با این فکس زدن و دولت شیخ فری رو یه دولت مسلط جلوه بده که از بحرانها اینطوری عبور میکنه. اما اون چه که در واقعیت رخ میده چنین تصویری. اینجاست که جنگ گرگا بالا میگیره و توی تریبون‌های حکومتی شیخ فری رو با معاویه مقایسه میکنن. ناز فرو رفته بود. بعد هم که بیدار شد آمد به صحنه همچین خوشحاله که انگار شب عروسیشه. میاد با کمال وقاحت به جای اینکه گریه کنه، خجالت بکشه، تو سر خودش بزنه از این که در دولت او این همه مردم ظلم شد، بچهای مردم شهید شدن، میاد میگه بله من مثل شما خبر نداشتم. این راه علی یا راه معاویه است یا راه. ببینید کار رئیس جمهور تو نظام ولایت به کجا کشیده که هر خروسی برا شاخ و شونه میکشه. تازه اون که از باند رقیب بود، حالا دیگه رفقای خود شیخ فری هم از دست شکارن و اینطوری دربارش حرف میزنن. مگه میشه رئیس دولت روز جمعه متوجه شده باشه؟ بعد میگیم توجیه میکنیم، بعد فرداش میگیم که آقای روحانی خودشو فداکاری کرده. فدای چی کرده؟ من واقعا با اون دوست آقای روحانی این رو سوال میکنم، فدای چی کرده آقای روحانی؟ با همه احترامی که به این شخصیت و ویژگی‌هاش احترام میذارم و دوستش هم دارم و رفاقت هم باش دارم، ولی این آسیب زده به روحیه جمعی جامعه. کسی میتونه شب بخوابه رئیس جمهور باشه، صبح بلند شه بگه عراق با 200 کیلومتر اومد خرمشهر رو گرفت، ماهشهر رو گرفت، آبادان رو محاصره کرد، اهواز دو تا کوت عبدالله اومد. پس گردنی این خرازی پالتو دزد به شیخ فری یه چیزی تو این مایه ها بود که خودش هم نفهمید از کجا خورد. این
یارو زاکانی هم مشغول شاخبازی با وزرای کابینه شیخ فریه و این بار از خوابای زنگنه برای گرون کردن گازوئیل خبر میده. آقای زنگنه که خودش پرونده مفتوح داره، ناصر کرسن پرونده مفتوح داره. این آقای زنگنه که شیخ الوزراست و اگه من نباشه کسی محاکمه بشه، اول بار باید زنگنه محاکمه بشه ناظر به این حوادث سخت. ایشون علاوه بر تأکیدی که در حوزه بنزین بود، یه اصراری هم در حوزه گازوئیل داشت. گازوئیل هم گرون شد؟ آره. آخوندا خیلی تلاش میکنن تا خودشون رو سوار بر اوضاع جلوه بدن و بگن دارن پیش میرن، اما واقعیت ماجرا یه چیزی تو این مایه هاست. عنوان مشنگ اول هفته به شیخ فری تعلق میگیره که در حالی که چهارچرخ خودش و ولی فقیهش رو به هواست، داره از آمادگی برای فردا و طرحهای جدید خودروسازی دم میزنه. 10 سال دیگه اصلا یه اتومبیل میره کنار، یه چیز دیگه میاد، یه دنیای دیگری است. ما باید خودمون برای اون روز هم آماده بکنیم. این تحولات علمی، فناوری هایی که در دنیای امروز ما شاهد اون هستیم، باید خودمون برای فردا آماده بکنیم. احتمالاً منظورش از طرحی که برای فردا آماده کرده یه چنین چیزیه. اختلاس و راندخاری و دزدی‌های حکومتی کفاف خرج‌های آخوندا رو نمیده. به خاطر همین به این دل دزدی‌ها رو آوردن. البته این دزد ناشی فکر دوربینای مداربسته رو نکرده بود، مثل این دزدا که همه سوتیاشون با دوربین مداربسته ثبت شده. پاستار زرقامی هم با دوربین رفته وسط برفها یه ماشین رو هل داده تا برای بحران انتخابات آخوندا فیلم تبلیغاتی بسازه. یه ذره میتونه بیا این وردن بذار هلت بدیم. آقا چیز هل داده روشن میشه ماشینه، روشن کن. خوبه برو خوبه. جاده دیگه کلا بسته، مردم هم آمادگی ندارن، زنجیر چرخ ندارن، همه واسطن. مواظب باشین. البته مردم به ریش آخوندا و بحران‌ها و نمایش‌هاشون اینطوری میخندن. شیرازی عزیز، اگه بنده رو به عنوان نماینده شهرمون شیراز انتخاب کنید به چند مهم میپردازم. 1. از دربهای بهشت که 3 تاش در قم کار گذاشتن با اجازه نماینده شهر قم میارم شیراز که از فارس و شیراز اگه کسی قرار شد بره بهشت مجبور نباشه با هواپیما بره قم و از قم وارد بهشت بشه توی گرونی بلیط هواپیما. 2. قیمت دلار میارم زیر، البته زیر پتو. 3. قیمت بنزین پایین نمیارم که به مستضعفان لطمه وارد نشه. 4. در شیراز یه حوزه علمیه چند هزار میلیاردی احداث میکنم در حد تیم لالیگا. 5. به حقوقهای نجومی میگم
کار مال خودتون نیست، کادون که مال خودتونه. اگه کار کمه تا جو هم بهش اضاف کنم. 6 به تمام جوانای تحصیل کرده یه دونه جوغن میدم، میگم آب بریزید داخلش رو بکوبید تا بیکار نباشید، به شرطی که بیمش اداره کار قبول کنه. 7 به ترامپ میگم کاکو یا برجام قبول کن و یا پول سرمربی تیم فوتبال ایران آقای فیلموز تو باید قبول کنی، چون قیمت دلار رفته بالا، ما در توان نداریم پرداخت کنیم. 8 سرعت اینترنت که الان مثل خر لنگ میمونه فلفل بهش تزریق میکنم تا سرعتش زیاد بشه. بنده من ترس ولایت از سرنگونی به مجریای تیوریش هم سرایت کرده و فروپاشی نظام به موضوع گفتگوهای معمولی تلویزیونیشون تبدیل شده. آقا اگر که آن چیزی که طی 1 هفته در ایران اخیراً اتفاق افتاد به یک سرمنزلی میرسید که خوشایند برخی از آن سوی آب نشسته ها بود، آیا فرد از میان میرفت یا این جامعه دچار فروپاشی میشد؟ چون برخی دچار این انگاره هستند که نظام دچار فروپاشی میشه. این نظام رو چی استواره؟ آیا این جامعه است که دچار فروپاشی میشه یا نه؟ این مردمان دچار فروپاشی میشن یا نه؟ شاکله حکومتی است که دچار فروپاشی میشه. من فکر می‌کنم این اخلاقی که دچار فروپاشی میشه، فراتر از فرد، جامعه و دولت هاست. و پیامدش؟ و پیامدش در واقع همین وضعیتی که در واقع ما ازش میترسیم که زندگیمون تاریک‌تر بشه، رفاهمون از دست بدیم، زیبایی‌های زندگی رو از دست بدیم، خوشبختی رو از دست بدیم. الان دیگه طوری شده که آخوندام از سایه خودشون هم وحشت دارن. حالا این شما و این نظر کارشناس تیویریش درباره یک راهکار جایگزین به جای اعتراض. به چنین فردی باید بگیم آقای محترم، خانم محترم، اگر شما داد بزنی، فریاد بزنی، دیگران هم ناراحت کنی، خودت هم ناراحت بکنی، آیا مسئله اقتصادی حل میشه؟ الان آقا و خانم محترم اگه بهتون بگن نه ولی خود سبک میشن چی میگین؟ میگم به جاش برو ورزش کن، اونم سبکت میکنه. شب 12 شب رسیده خونه خانم دکتر، ساعت 7 صبح چک داره، کجا ورزش کنه؟ تو خونه نرمش که میتونی بکنی. در پایان توجه شما را به تقلید صدای یک هموطن جلب می‌کنیم که هم خاطره انگیزه و هم جالب. همه تو بیان یکی هم نیست بگم که نونت کم بود، آبت کم بود، تشیرات رفتنت چی بود؟ باید خودمونم رفتیم تو جلو. دایی مصطفی، دایی جون دایی، چی شده دایی؟ بیا تو نگاه میکنم. سر مالک مطمئن مصطفی تو شد یک کف مرتب بیفتخار خودتون این جمع قشنگمون بزنید. اول خانم میره برو همین بهروزو نه این توقیه نه با همه کفتران فرق دارن. نه نگاش کن توقیه، میدونی این صف باید همه توقیه باشه بابا. نه میدمش به دایی مصطفی. جون دایی، چی شده دایی؟ یه سر به ما زدی، بیا تو نگاه میکنه. چی بگم دایی؟